ورزشکاران دسته منتخب تاجیکستان اوید به جودو در ولایت سوخت از مجمع فرهنگی و تاریخی قلعه خوجند و دیگر موضع‌های تاریخی ولایت سوخت بازدید به عمل آوردند. این اقدام با مقصد آگاهی پیدا نمودن آنها از تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک و شناسایی با موضع‌های تاریخی ولایت سوخت با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت راه اندازی کرده شد. در این سفر ورزشکاران را رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت همراهی نمودند. در حقیقتا در این دوران استقلالیت خیلی جایهای تاریخی و جایهای سیاحی کشور ما خیلی زیبا شدند و با ما ورزشکاران خیلی پسند آمد. در آینده ما کوشش میکنیم که پرچم تاجیکستان را در عرصه‌های بین‌المللی و در بازی‌های المپیک بلند برداریم. یادآور می‌شویم که مجمع تاریخی و فرهنگی قلعه خوجند با اشتراک بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان افتتاح گردید. انشاءات مذکور همچون رمزی مردانگی و خویشتن‌شناسی و پاسداری فرهنگ و تمدن ملی در مساحت عمومی 6 گکتار احیا گردیده به یک مرکز مهم سیاحی و معرفتی تبدیل یافته است. هنگام بازدید ورزشکاران از آثار تاریخی، نمونه خانه‌های قدیمی، رسته‌های هنرمندی و نمایش محصول دست استوایان تاجیک دیدن نموده با تأثیرات عمیق از بزرگی تاریخ ملت و زحمت‌های انجام یافته در راه حفظ میراث فرهنگی یادآور شدند. ما طول 2 هفته می شود که در شهر خوجند قرار داریم در مشق‌های دسته‌جمعی و ما برای آمادگی به چمپیونات جهان تیاری دیده ایستاده ایم و در روز استراحتی با ما دست آمد که ما به جایهای تاریخی کشورمان نظر کنیم و از تاریخ نیاگانمان ما با خبر شدیم و بسیار برای ما پسند آمد. جواباً به این غمخوری‌های پیشوای ملت ما در آینده کوشش و غیرت خود را زیاد میکنیم تا در مسابقه‌های جهانی و در مسابقه‌های بین‌المللی پرچم دولت عزیزمان را بلند برداریم. مورد به ذکر است که ورزشکاران ولایت سوخت با مقصد اشتراک در چمپیونات جهان اوید به جودو که در شهر بوداپشت ونگریا برگزار می شود در شهر گلستان ولایت سوخت به مشق‌های دسته‌جمعانه فرا گرفته شدند. برای مشق و تمرین جودوکاران کشور در مرکز تعلیمی شعبه بانک ملی تاجیکستان تمام شرایط‌های لازمه مهیا گردیده به آنها مربیان پرتجربه تمرین می‌دهند. همچنین ورزشکاران در برابر مشغول شدن به مشق و تمرین در این منطقه خوشباد و هوا به استراحت و فراغت نیز فرا گرفته می‌شوند. باید قید نمود که تیم منتخب جودوکاران کشور در هیئت 50 نفر تا 8 ایون از مربیان پرتجربه مشق و تمرین آموخته مهارت و ملکه کسبی خود را بالا می‌بردارند. امید است که تیم منتخب کشور ما در چمپیونات جهان به دستاوردهای ارزنده نایل می‌شود.